جوانی که در وقت زنا وفات کرده بود. السلام علیکم تماشابینان عزیز و هواداران شبکه کاروان عمر. دوستان عزیز، از همه شما خواهش میکنم که وقتی به شبکه ما مهمان شدید تکمچه پادپیست را زیر کنید و اگر ملال نشود در زیر ویدیو لایک گذارید تا اینکه به دیگران هم پهن شود و از این حالت ها با خبر شوند و کم بهر خود عبرت گیرند. دوستان عزیز، کسانی که میخواهند خریداری کنند داروهای طبابتی، فربه کننده و خراب کننده، دارو برای ریش، دارو برای موی سر و همچنین عطرهای خوشبو کننده، تسبیح و جاینماز، کتابهای قرآنی که با طریق الکتریکی خودش میخواند. کسانی که میخواهند خریداری کنند و همین رقم های در روی اکران به شما میتوانید زنگ زنید، از نام شبکه کاروان عمر شما صحبت کنید. انشاءالله باوری کنید دارم که و کدام متروی باشد دستکه بهر شما بپول و ارزان رسانیده می شود. زود باشید، وقت را از دست ندهید. و ناگفته نماند که هر یک قصه را که ما نقل میکنیم از پیش خود نیست و هر آن چیزی که نقل میکنم حقیقت دارد و از سامانه های اجتماعی و از خبرها گرفته می شود. میگویند 3 جوان بود، دوستان به حد مهربان بودند. روز از روزها میخواهند که برای تماشا کردن، برای استراحت کردن و کوه یعنی به دشت روند. یکی از این جوان ها میگوید من پسر عمک دارم، میخواهم که او را هم گیریم. بسیار بچه خوب است و بسیار بچه شرمگین است، ایزا میکشد. جوان ها راضی میشوند و بالاخره این جوان نزد بچه عمکش می آید و میگوید که چنین استراحت میکنیم. این پسر اول رد میکند، بعدا این جوان میگوید به خاطر من هم نمی روی، آخر تو هم مرد هستی، باید کم و بیش به احساس و روی استراحت کنی تا آرام شوی. بالاخره این جوان هم راضی می شوند. پس از چند آنها برای خریداری کردن و بازار می روند، مایده چویده خرید می کنند و با همراه خود 4 دختر را هم گرفته به دچه می روند. در آنجا کیف و صفا همه از روی میلیون می شوند، یعنی که خورد و خوراک، نوشاکی های سپیرتناک، عرق و دیگر. و این جوان میگوید که من نمی نوشم، اما جوان های دیگر او را مجبور می کنند و میگویند که تو مرد هستی، باید همراه مردان که شدی باید مثل مردان رفتار کنی و همینطور او را هم می نوشانند. خلاص نیمه شب می شود، همه به خانه های خودشان داخل می شوند و دخترها را گرفته. این جوان هم وقتی که پیان می شود خودش نمی داند که چیکار می کند. باز همراهش یک دختر را گرفته داخل خانه می شود. از بین ساعت ها می گذرد. ساعت 3 شب می شود که صدای دختر بلند می براید. این جوان ها دخترها همه در حیرت می افتند و زود به همان خانه داخل می شوند. می بینند که جوانی که برای گفتی بچه عمکش آمده بود الکی جان را به حق تسلیم کرده است، یعنی دهان پر از خطاف و مرده خام بود. جوان ها از دختر میپرسند چی شد؟ میگویند که ما همراه این جوان بازی کردیم، بس از چند خلاص کارهای را هم انجام دادیم. ناگهان این جوان گفته است که در و تریزه را باز کن تا اینکه هوا رسد و همینطور این جوان کسل دل داشته است. برای برداشت نکردن دل و هنگام نرسیدن هوا دهان پر از خطوط می شود و این جوان می میرد. آنها پیش از این پرسش به یاری تاجری زنگ می زنند. آنها می رسند، می آیند، می بینند که الکی جوان مرده خواب است و به اینها خبر می دهد که این جوان صدق دل داشته است و برداشت نکردن دل و نرسیدن هوا از دنیا گذشته است.
خب دوستان عزیز، معنای این قصه چنین است که بسیار افراد جوانها بر زنا ذوق و شوق دارند. خدا نکند هنگام زنا کردن اگر انسان بمیرد، البته بهر شما معلوم است که به ایمان از دنیا میگذرد. خداوند از چنین حالتهای شرم‌آور و از چنین حالتهای سخت و سنگین ما را نجات دهد و ما را از این حالتهای زنا با زنهای بیگانه خود نجات دهد و از این راه برد در پناه خودش نگه بدارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.